corazones huérfanos. قاتل از ما چی میخواستی؟ چی میخواستی؟ موسا چی کار میکنی؟ با گناه غیر قانونی از سرحد گذرانیدن سیلو تو را دستگیر میکنم. چی خیلی سیلو؟ ما به سیلو چی علاقه مندی دارم؟ سرده خیز از جایت. سرده بابا سرده. سرژانت تو خوب هستی؟ خوبم سردارم. یگون چی نشده است. کمی زخم برداشتم. تو تا آمدن گروه در اینجا باش. من دختر رو به مرکز میبرم. سردارم انتظار شو سرژانت. الو الو شما کیستید؟ الله مادر جان روحیه در کجا هستی دخترم؟ مادر جان جنوبی بشر روحیه دخترم کسم روحیه تلفنم رو در کجا مونده باشم؟ روحیه آوازت نمی‌آید. روحیه دخترم من خودت قدسم در کجا هستی؟ روحیه در کجای نباشی قدسم روحیه بلا زند خدایا گم زن روحیه گم زن روحیه الو مریم خانم آیشه روحیه زنگ زد لیکن آوازش نه اونقدر خوب میامد چی گفتنش رو ندانستم آوازش گم شد بعد گردنتان در درونش رسمی موسی است بعد باز جنوبی بشر گفت لیکن من چیزی رو نفهمیدم شد آرام شوم از همه خوبش به خونه ما بیا بشر در خونه است معلش خانم معلش حاضر زود می آیم فاطمه بشر در حجره خودش است بله خانم خانم تلفنتان مالش تو از پی کارت شوی مایلش الو ایرفان چی شد بخیر است بخیر است. خبری خوش دارم ینگه. پسرتون بدیه برگشته است. پسرم گفتی وای در کجا هست ایرفان فهمیدم حاضر میویم ایرفان انتظار شده نمیتوانم حاضر میویم ای خدایا پسرم خدایا در آخر پسرم را میبینم
و جنابی بشر چی بگویم ها؟ چی بگویم؟ مرا گوش کن، بچه ها رو جمع بکن، همه کنج خانه رو کابند، هر یک سوراخ رو. فهمیدی این رو؟ من این طرف رو میبینم. راه چی شد؟ برای چی آمد؟ یک طرف ایستو حاضر با تو وقتی قبل زدن ندارم. این زن چی کار میکنن؟ آمینه بابا خانم آیشه در حجرهشان هستند. نه خانم، وقتی که به حجره جناب بشر میرفتن دیده بودم. الو جنابی بشر، این روحیه نمرده است، گریخته است، خواطر نشوید، بسیار دور نرفته است، او رو میابیم، من همش رو حل میکنم. از دست شما هیچ کار نمی آید ابله. این دختر از بین اینقدر آدم بر اومده به کجا می رود؟ مرا گوش کن حمدی، او رو یا بید و کشید، میشنوی؟ یا بید و کشید. خوب میلش، اگر یگان نویگری شد مرا خبردار کن. جناب بشر خانم آیشه به شما چیزی نگفتند؟ باید چی رو میگفت مریم؟ روحیه زنگ زده بود جناب، از آوازش معلوم بود که حالش خوب نبود. چی گفت؟ در کجا بوده است؟ نمیدونم جناب، بعد تلفن قطع شد، آوازش خیلی بد می اومد. باز این گردن بند است، در درونش باشد رسمی شوهر اوسیه موسو و روحیه است. یا خدایا، حس کرده ایستادم که جناب با روحیه حادثه ناخوشی روح میدهد. این چه خیلی گپ است مریم؟ خدا نشان ندهد. کنی بیا گذر اینجا شین. کنی گپ زن، گردن بند را به تو کی داد؟ این دختر در کجا باشد؟ در کجا؟ یگان کس هست، یاری دید، درو گشایید، کسی هست. یاری دید، خواهش میکنم یاری دید. آخری راه آمدیم خانم. نزدیک نشو، مرا با حالم گذار.
تنت رو میکشم. یاریدین یگان کس است. التماس کمک کنید. یگان کس است. نزدیک نشو. رو از اینجا. کمک کنید. من با تو گفتم تو با آخری راه آمده. یگان کس است. اینجا بیا. سرده مرا. خاموش. سرده میگویم. خاموش. یاریدین. یاریدین. هیچ نمیفهمم روحیه با این جوان چی کار میکند یا اینکه موسی روحیه را از کجا میشناسد. هیچ عقلم نمیگیرد. جناب بشر، مگر شما نگفته بودید که جوانی دزدشت روحی اومد و او به او رفت؟ گفتم. من اکنون هیچ چیز رو نمیفهمم. کجا غیب زده باشد این دختر؟ جناب، دختری من در کجاست؟ سرده مرا سرده. مادر جان مرا گوش کن. مادرت نی. اگر فرشته هم بیاید تو را نجات دادن نمیتواند. سرده میگویم سرده. مرا گوش کن. اگر باز یک باری دیگر گریزی مینه سرت را پاش میدیم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ اینجا در رسم موسی است لیکن روحیه رو دیگر جوان آمده برد. روحیه رفتن میخواست لیکن چی جناب؟ احوالش نه اونقدر خوب بود. از کجا دانم جوان رو دوست میدارم گفت. من هم با اونها زید نبر اومدم. از آوازش معلوم بود که چی گپی شده است. انیخ چی گپی شده است. آرام شو مریم، خاطر نشو، من همش رو حل میکنم. التماس جناب، با سری دخترم یکون بالون آمده و رو یابید. التماس. آخر دختری تو دختری من هم هست. گفتم همش رو حل میکنم. التماس جناب، دخترم رو یابید. مریم تو حاضر به خونت رو. این کار را به عهده من گذار ولی به کسی نقل نکن. آدمان من تو را به خونت میرسونند. از پس من بیا. ارزو لبای جناب. خانم مریم رو به خونش برده رسون. گوش کن ارزو. ببین که به خونش در آید. مرا فهمیدی؟ فهمو جناب. جناب، التماس دخترم رو یابید. خبرتون رو انتظار میشوم. تو خواطر نشو. البته میابم. البته میابم. و بعد حمده چی کار کردی؟ خیلی خوب. نه به خانه نار. به خانه تکزار ببر. در همونجا کارش رو تمام کن. این مراتبه انیق باوری حاصل کن که او مرده است. نباشد من تو رو میکشم. فهمیدی؟ مایلش. آمینه با من یک قهوه خوب تیار کن دخترم. بلا سمت. چی شد دادر؟ چرخ ماشین کفیده پر. شو ماشینت من زود ایواز میکنم. من رفته در اونجا دست رویم را شویم. مالا شپه.
چی گپ شد؟ چرخ ماشین کفی بیمز کرده ایستاد اما که همدی. مادر مادر این ماشین حمدی نیست؟ بله ماشینی اوست. برای چی اینجا ایستاده است؟ برای ما را کمک کردن آمده است. عرفان کنیوای پسرم کجاست؟ در اینجا نیست. در سرحد می باشد. در ادای وظیفه است. در اینجا نیست؟ در سرحد است؟ رفتیم. و کجا؟ سرحد نگفتی به سرحد؟ در سرحد ادای وظیفه میکند. ما در آنجا چیکار میکنیم؟ عرفان من سالهای دراز باز از حسرت پسرم میمورم. در کجای نباشد رفتم میبینم. التماس مرا با آنجا ببر. مایلش آمینه خانم آیشه را ندیدی؟ در بالا در حجرهشون جناب دعوت کنم؟ نه بدار نکن. معلوم که بعد توی مانده شده است. خواب رفته است. تو با بچه ها گپ زن که اسب ما را آماده کنند. مایلش جناب. اسکر شده است یعنی ها؟ چقدر با اون لباس اسکر میزبیده باشد. من هم مثل شما یکم بار میبینم ینگه. کریمی من هست. همین طور نه عرفان. بله ینگه. در چای خونه دیه اسکرها گپ میزدن. از آنها شنیدم. و اینجا نه با وظیفه سردار تعیین شده است. پسری جانم نخود من او رو میدیده باشم. نخست از دهانی برادرم برآمد. اسکر گفتن. از دور هم باشد میبینم. شکر خدا پسرم رو میبینم. ینگه اینقدر وقت صبر کردید. باز کمی انتظار شدید. 10 ساله بود. هنوز 10 ساله بود که برادرت به من پسرم رو نداد. ینگه اگر برادرم به شما گپ زدنم رو فهمم، درباره کریم به شما گفتنم رو فهمم، و خدا قسم میخورم مرا زنده نمیمانم. نمیگویم عرفان. من این خوبیت رو هیچگاه فراموش نمیکنم. ایوه این چی باشد؟ روزتون بخیر سردار. چی شده است؟ یگان کمبودی است؟ گذشته نمیتوانیم. برگردید. سرحد در زیر نظارت عسکران میباشد. گذشته نمیتوانید. چی شد عرفان؟ راه نیست؟ نه ینگه راه نیست. چیزی هم نمیگویند. این چه حل میشود؟ من پسرم رو نمیبینم. ینگه خواطر نشوید. حل میکنیم. من حاضر شما رو به خانه میبرم. شما خبری من رو انتظار شوید. بهترش اول من با او میخورم.
همین طور مرا دیدن نمیخواد همین طور نی؟ البته مادری ترک کرده شو دیدن نمیخواد. نه ینگه شما مرا نادرست فهمیدید. من این خیلی گفتنی نبودم. شینید ینگه میرویم. شینید. ایستا سرده برا سرده گفتم. تو چی باز از من گریختن میخوایی ها؟ از با تو برای قاتل ماندنم گریختنم بهتر است. با ماشین سوار شو. سرده مرا سرده میگویم. چی کار میکنی؟ سرده مرا. شبهرم را کشتی. آرزوهایم را نابود کردی. باشی میخوایی؟ گوش کن. این بازی های کودکانه از نمیگذرد. فهمیدی؟ با من همه حادثه را نقل میکنی. همه کارهای رئیس کلانت را. سلاح ها به کجا میروند تا نقل نکنی. و تو راهی خلاصی نیست. این را در عقلت خوب جای بکن. چه خیلی سلاح؟ تو درباره چی گفته ایستاده میفهمی؟ قاتل هستی تو. قاتل دخترم دختر زیبایم. لابای حضور یک دقیقه تلفنم رو میدهم. جناب رجب زنگ میزند. تجلی بوده است. برای چی زنگ میزند؟ بخیر باشد سرجان رجب. نه آنقدر بخیر از جناب بشر. کاروان توی شما را در سرحد سرداری نو تورمار کرده دستگیر کرده است. نو با رایه بر آمدن. عروس صحت و سلامت بوده است. آنها به مرکز می آیند. بلا زند. کی هست این سردار نو؟ کی بای؟ نو تعیینش کردن. من هم نمیشناسم. آدمی چینی بوده است. همه سلاح را دستگیر کرده است. وای چند سال باز توی میکنیم اما یگان مراتب دستگیر نشدیم. اکنون کدام سردار برآمده عملیات گذرانده سلاح ها را دستگیر میکند همین طور. من حسابی این را از او میپرسم و همه جواب میگوید. گوش کن سرجانت. نو عروس را بازپرسی نکرده کارش را حل کن. میفهمی؟ کاری وی را حل کن. شما خواطر نشوید. همین که آمد کارش حل میشود. مایلش ماشینم را آماده کنید. مایلش جناب. حمدی کجا هستی ابله؟ با تلفن جواب ده.
وقتی زنگ زدنت را یافتی. لپای جناب تو در کجایی؟ 2 ساعت باز به تلفن جواب نمیدی. جناب من نه خاموش شو. حمدی به من گپ زن که حالا نکشته ای. او به من لازم است. نه جناب نه شروع کرده بودم حالا هم زنده است. خیلی خوب در خانه تاکزار هستی. من حاضر می آیم. زودتر باش. خولای مریم خوش آمدید. مرحمت دارید. ششتانی ناومدم گلی جان. با من گپ زن. این جوانی در اسم بوده رو میشناسی؟ گپ زن او رو میشناسی؟ سراغ او رو میدونی؟ بختت آمد کرد. جنابی بشر تو را میبخشد. باور کنید سراغ او رو نمیدونم، لیکن به مرکز پلیس رفته پرسید آنها یافته میدهند. پلیس ها کمک کرده میتوانند؟ بله به فکر من یک بار پرسید. مادام که جناب بشر ماشینش را داده است میروم. تشکر. دادر من باید زود به شهر روم. چی گپ شد اپا در شهر چیکار میکنی؟ در مرکز پلیس یک کار دارم. باز این ویران شدهش. چی شد؟ الو جناب بشر این زن مرا زود با مرکز پلیس ببر میگوید چیکار کنم؟ باز با اونجا نبری. مرا فهمیدی؟ 1 دقیقه ایستا. حاضر معلوم نکرده براه برا. من او را به جایی میبرم که روزش رو میبینه. مرا فهمیدی؟ تعمیر کردی دادر؟ بله اپا. الو جناب بشر شما هستید؟ التماس گوی دخترم رو یافتید؟ مریم جای زندگی کرده مراد رو یافتم. با آدم من تلفن رو بده. سراغ را گپ میزنم رفته میبینید. من هم از دیگر طرف کافتن روحیه را دوام میدهم. مایلش میدهم. گیر جناب بشر به تو روح میگویم. او را به خانه مراد ببر. من همش رو حل کردم. وقتی بر اومدیم گپ میزنیم. فهمیدم جناب بشر. چی میشود حمدی؟ از کارها به کاروان توی عملیات گذرانیده. همه سلاح های ما را دستگیر کردن. خیر آسیه هم در دستشون. من همین کار را برای با ما علاقمند نبودنش حل کرده سودم. یعنی کارهای را که تو باید انجام بدهی من حل کرده ایستادم. چی کار میکنیم جناب؟ دهانش را کشا. به مادرش مکتوب خیرباد نویسد. شما چقدر آدمی پس بودید. از ما چی میخواهید؟ گپ زنید. سردید مرا سردید. گوش کن مرا. حاضر مادرت در نزد آدم من است. اگر نخواهی که به مادرت یگان چروخ دهد چیزی که میگویم همان رو میکنی. اکنون با دستت قلم و کاغذ رو گیر. گفته هایم رو نویس. نباشد با مادرت کارهایی میکنم که تخمین هم کرده نمیتوانی. مایلش چیزی که خواهید میکنم، لیکن با مادرم کاردار نشوید. مادر جانم، همه این حادثه هایی که به سرم آمده است
یگانه گناهگار آسیه می باشد. آسیه؟ از آسیه چی میخوای شیطانی وزیر؟ با آسیه کاردم بشو. مرا مجبور نکن. نویس نویس. بله این مراد است. وقتی که به اینجا می آمد از من حجره کرایه گرفته می ایستاد. بسیار نیه در یک ماه یک دو مراتبه. لیکن چقدر وقت باز نمی توبد؟ حجرهش رو دیده می توانم. البته مرحمت رفتیم. این جوان از کربل است. موسو دوستت می‌دارم. جانکم با روحیه خاله‌ام و جناب بشری که خودشون رو مثل شاه می‌حسابند برای ادبشون رو دادن وقتی کم مانده است. روحیه وقتی که تو رو از دست می‌دهد برایش درس خوب می‌شود. ممکن در تقدیرمون خودکشی می‌کند. چقدر خوب می‌شود. جناب بشر همین سوی سلاح‌های در قربانی توی بوده را اکنون می‌دهد. ما با تو خیلی خوشبخت می‌شویم. شرطنامه‌ای که با اسکرها بستم با ما هم پول و هم در دروازه‌های سرحد ایستادن من برای انتقام گرفتن فایده آورد. در روزهای نزدیک به دهر می‌آیم. آسیه این دختر چه کار می‌کند؟ بینندگان گرامی، در نزدیکی سرحد اسکرها به کاروان توی عملیات گذرانیدند که در نتیجه این عملیات یک چند نفر کشته شد. کمی دیرتر به شما درباره این حادثه مفصل خبر خواهیم داد. الو جناب بشر، خانم مریم به اینجا آمد. مکتوب را ماندم. بعد از خواندن مکتوب غمگین شده برآمده رفت. خیلی خوب، آفرین. نگاه کنید کاری کرده آسیه را. نگاه کنید. دختری خالش از برای او خودکشی کرده است. با مراد یک جای شدند سلاح قاچاق کردند. به بیچاره بشر دام گذاشتند. مگر مریم قاتل دخترش را میبخشد؟ حمدی؟ نمیبخشد جناب. به فکر من مردش را حتی صاحب نمی شود. تو چقدر آدمی پست بودی؟ نگاه کن حمدی چی میگوید؟ به تو کی باور میکند؟ همه مردم دیه به من باور میکنند. پدر یتیم ها، جناب بشر، کم بغل ها را دستگیری میکند. بی صاحبان را صاحبی میکند. جناب بشر. اینجا آشخانه من اینجا رو آروم
میدهد زمینش را سنگ مرمر قیمتدار رو میچینم. برای شوهرت بهترین خوراک را میپذیریم. این رو در جایبش بمان. از بالای خرسنگ پایان پرتا به یگان کس گپ زن که جسدش رو یافته به پلیس خبر رساند. خواطر نشو. آسیا رو از پسد روان میکنم. چی کار کردید؟ خیلی خوب. مریم در ماشین است. خوب. برای خانه تاکزار بیایید. من هم کمی پس می آیم. جناب بشار قرطای شیطان لعین است درس گیرد. سرده مرا احتمال سرده. چی شد؟ لباس عروسیت افلاس شد. کی میداند باز چند مرتبه دیگر عروس میشوی؟ راه کرد. سرده با تو میگویم سرده. التماس مرا سرده گفته صدام. من با تو چی کار کردم سرده گفتم. در را لیتینان کریم اومدن سردارم. جناب دخترم رو یافتم. خانه برهان رو یافتم جناب. آسیا خیلی کارهای بد کرده است جناب. در خبرها عملیات گفتن. آسیا این مکتوب رو به موسی نوشته است. انتقام میکند. باز کیم چی رو نوشته است جناب؟ این مکتوب رو آسیا نوشته است؟ خدایا ما با او چیکار کردیم مریم؟ نمیدانم جناب. این دختر چطور به این حال آمده است؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. از روحیه یگان خبر هست جناب. گپ زنید جناب. برای چی خاموش میستید؟ از روحیه خبر هست؟ خبر هست مریم. از کره او را از پایان کوه یافته است. لیکن جسدش را او خودکشی کرده است. مریم خودت را به دست گیر. باید به بیمارخانه رفته حجتهایش را به آخر رسانی. روحیه دخترم. روحیه اکنون من رو خوب گوش بکن.
با من درباره بشر گفتنی آدم چیزی که میدونی همه‌اش را یک به یک نقل میکنی. نقشه کشیده‌تون را از کجا به کجا بردن سلاح را فهمیدی یک به یک نقل میکنی. البته اگر کمتر عقل داشته باشی، اگر گپ زنی و به همش اقرار شوی، برای از اینجا برآمدن یک فرصت می شود. اجازت میدی هم که تو آزاد شوی. تو نمیفهمی من از این چیز خبردار نیستم. یگانه چیزی میدونم این توی رو بیرون کردنی تو از شوهرم رو کشتند. قاتل هستی تو، قاتل. مرا گوش کن. سردارم، جسدهای شهیدها را آورده ایستادند. رفتیم سرجنت، رفتیم با دلیران ویدا میکنیم. گوشو میگویم من یکو گناه ندارم، میفهمید؟ گوشو میگویم، گوشو درو. بیا مریم جون. بیا با خانم آیشه وضعیت رو فهمون، بگو که کمتر پس می آید. خوب شده است جناب. سردارم، حالتون خوب است؟ خوبم سرجنت. لیکن به حال می نوید سردارم. گفتم که خوبم. بیا مریم. دخترم اینجا خنک است، آنجا خنک میخورد جناب. او رو در اینجا نمیگذاریم. میدونم مریم مشکل است، خودت رو به دست گیر. چه کار کردی؟ چه خیلی خودت رو کشتی رویه دخترم. همدردی ما را قبول کنید. خلاصه به مارخانه حجت ها و لباس هایش اینجاست. ما بعدی هم میرویم به جنازه. چی از جناب؟ روحیه به تو نوشته است. مکتوب خیر باد. مکتوب را خوانید جناب. دخترم چی میگوید؟ مادر جان، همه چیزی که به سرم آمده است یگانه گناهکار آسیا می باشد. دوستاشم رو گرفت، آرزوهایم رو گرفت. ما با او همچون عائله شدیم. او باشد از پسمون کار زد، التماس انتقامم را از او کرد. این آخرین خواهشم از شما. به همش آسیا گناهکار می باشد. وای آسیا شناخته ما نیست مادر. التماس ما را ببخشید. با این عیب زندگی کرده شما را و خودم را هر روز شرمنده کردن نخواستم. یگانه گناهی من دوست داشتن بود. شما را دوست می دارم روحیه. کارهای آسیا را باور کرده نمیتوانم. از اول با ما بازی میکرده است. داماد را دیدنم شرط نیست گفتنش را هم نفهمیدیم. آسیا هست گفتیم، پاک است، بناموس است گفتیم. این خیل باشد ندیده خاندار شدن هم یک دام بود است. مثل دخترم میدانستم. امانتم هست میگفتم. قاتل دخترم شد. مریم غمش رو نخور.
انتقاممون رو میگیرم به همه کارهای کردهش جواب میدهد. خدایا یتیمم کردی لیکن به صاحبم نکن. مرا در پناهت نگاه دار. مرا از این احوال خلاص کن. از کبر آدمانی بدرهایم نگاه دار. مرا تنها نگذار. سرژانت جمال سنگین با مانند نسبش سنگین بود. دلیر و جسور بود. چونان وطن دوزدار بود که حتی در روزی پدر شدنش در عملیات اشتراک کرد. جمال 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 اکنون همه را تنها گذاشت و ابدا رفت. در راه خدا ابدا رفت نمیگویند لیتینانت، بلکه برعکس آنها زنده‌اند. ما فانی‌ها این وضعیت رو نمیفهمیم. آنها در راه وطن خود را قربان کردند. خدا رحمتشون کند. فکر میکنم که درباره این حادثه دلیل های باوریناک داری. البته سردارم. پس از 5 دقیقه در اتاق من حاضر شو. سردارم با فرمانده داخلی چی میگویید؟ حقیقت رو ابراهیم، حقیقت رو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ در دستت چی است؟ حاضر همش رو میفهمانم. آرام شو. ایست نگوریز. او را داره. ایست از جایت نجو. سردت گفتم کن نگوریز. ایست. سردت مرا. همدردی ما را قبول کنید خدا. سرداری پسرم تو هستی. پسرم از فرزندی نو تولد شده، زیر نشده دنیا را بدرود کن.
از چشم پسرش سر نشد. خاله جان با اینجا گذارید. ندیرم یتیم شد. یتیم. خانم دخترم خودش را کشت. خودش را کشت. خدای این رو تحمل کرده نمیتوانم. طاقت کرده نمیتوانم. مریم دیوانگی رو بس کن. در اینجا چی گپ شد؟ دختر را کشتن میخواست سردارم. او را داشتیم. ایستا! داره دو را ایستا نگوریز. اینجا چی گپ است ها؟ سردارم دختری از قربانی توی آورده را کشتن میخواست. در بین ما خواهیم بوده است. تو در اینجا چیکار میکنی؟ البته برای گریختن همه فرصت رو سنجیده ایستادی. زود به درون درآ. زودتر. عسکری خودت رو پراندی. شوهرم رو پراندی. من رو هم پران. یا این که من تو رو میپرانم. تو بسیاری بد گپ میزنی. زود درآ. زودتر. ایست نگوریز. اوسیا با ما این طور رفتار کرده نمیتوانست. با کمک موسی با ما دام گذاشتند. آیشا من هم به مانند تو حیران و پریشانم. اکنون چی می شود؟ میگویند که یک سرداری نو اومده است. شاید با او گپ زنیم. چی خیل سردار؟ درباره کی گپ میزنی؟ از کجا دانم؟ یک سرداری نو تعیین شده است. شاید کمکش به ما میرسد. آیشا عسکر کی به ما کمک کرده بود که اکنون کند؟ نمیبینی؟ حتی آسیا با آنها همکاری میکند. بسری شوهرت گناه را بار کردند و تو باشی کمک میگویی. نباشد چیکار میکنید؟ چیکار میکنم؟ البته گناه های به من بار کرده آسیا را از سرم خلاص میکنم. اول جنازه روحیه را گذرانیم. بیچاره مریم چقدر طاقت میکرده باشد. با او دلم میسوزد. مریم ایرو برا. برهان آرام شو. رم از اینجا. خوریه از برای تو مرد. از برای تو. اورهان است. مریم ایرو برا. این بیناموز در اینجا چیکار میکرده باشد؟ برهان رم از اینجا. مایلش برادر زنم را گرفت. من حاضر به او نشان میدهم. مریم برو. مریم آرام شو. مریم بیرون برا. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای چی آمدی؟ وظیفه پدریت رو، شوهر بودنت رو بسیار اجرا کردی. یک روزی خوب رو با تو ندیدم. اکنون مرا در غمم تنها گذار. اگر مرا گوش میکردی حاضر روحی زنده میموند. و همش تو گناهگار تو چقدر آدمی بی وجدان، اینقدر بی روی هستی. دم شو از نظرم. بس زنی به عقل. من به تو خوبی کردم.
و دختر شوهر یافتم، ولی تو با جیانت یک جایه. با مردن دخترم روحیه سبب شدید. اکنون گپ کم کنون راه گل به خانه میرویم. رفتیم. دفع کنید این ابله را. سردید مرا سردید. زنم رو گرفته میروم. رفتیم زنک راه گل. رفتیم. من زنی تو نیستم، فهمیدی؟ من از تو جدا میشوم. دفع شو سردید مرا. سردید. رفتیم گفتم. باشر یکم کار کنید. چه شد؟ اکنون همه تون آدم شدید ها؟ اکنون لازم نیستم من ها؟ orhan آروم شو. کاری کردت خوب نیست. درد و غمی این زن کلان است. دخترش وفات کرده است. بیا به خانه. جناب بشر، شما فکر میکنید که انا این آدم است؟ با این بی‌وجدان با زبانی میفهمیدگیش باید گپ زنی. مریم سردی. orhan آروم شو. مریم نکن. مریم سردی. تو چی کار کردی به ناموس؟ سلاحش رو گرفت. مریم امان ده. مریم خوب هستی؟ چی کار کردم مریم؟ ابله ناخوش شد. با خدا نمیخواستم. ناخوش شد. پرونده نمیخواستم. برای این همه کار جواب میدی؟ خاموش شو. اسکر لبای سردارم. تا آمدنی من به این اتاق یگان کس نمیدراید. فهمیدی؟ اطاعت. سردارم خوب هستید؟ خوبم سرجانت. خوبم. خواهین رو داشتید؟ متاسفانه نه سردارم. گریخت. سرجانت، سردار در داخل من رو انتظار است. تا آمدنی من چشمت رو از او دور نکن. این ابله را به پلیس تسلیم کنید. جناب ناخوش شد. پرونده نمیخواستم. مریم ترسد گفته سلاح را گرفتم. به خدا دفشو از اینجا. پیشتر رو. رفتیم. باشه من هم میروم. تو در خانه باش. من به تو خبر میدهم. خدایا کمکمان رسون. تو رو پیش از به اینجا روان کردن. آگاه کرده بودم باز از پیش خود تو خود سرانه عملیات میگذرانی. سردارم، آدم ها با بهانه توی به سوریه سلاح میگذرانند. این سلاح ها به کجا میرود معلوم است. به همه تشکیلات های رادیکالی سلاح تامین میکنند. لیکن ما همه سلاح ها را دستگیر کردیم. یعنی عملیات با موفقیت به آخر رسید. عسکران شهید شدند لیتنانت. شهید شدند. و در یک دولت دیگر شهروند دیگر دولت رو میکشی؟ این چی معنی دارد بدونی؟ این سبب آغاز جنگ شده میتواند. تو باشی درباره این موفقیت گپ میزنی. سردارم، در دستم شاهد دارم. پشت این کار خیلی وزنین است. لیکن من این را حل میکنم. شما هم دیدید که در درون آدمشان را ماندند. معلوم است که از گپ زدن دختر میترسند. لیکن من مجبور میکنم که گپ زند. لیتنانت اگر دختر رو این خیلی گپ زدنش رو میخواهی خطا میکنی. با وای ترس نه و امید دادن لازم. چی کار کردی سرجان رجب؟ کار تمام؟ بلا زند. خاموش کن. حاضر خبرنگارها هم می آیند. سوال و جواب میکنند. ما وظیفه‌مان را اجرا کردیم. سلاح‌ها را لیتنانت هیچ کس پروا ندارد که سلاح‌ها به سوریه و تشکیلات رادیکالی می رود. لیکن اگر آدم مراد سببش را همه دانستن میخواهند، خود سرانه عمل کردنت برای همین است؟
الو مرده قوتش تمام شد همسرم زنگ میزند خواطر شده است سردارم اجازه دهید به برق مانم 20 سال می شود که کار میکنم یگان وقت مالی دولت رو به کار شخصیم استفاده نبردم برای همین این برق رو استفاده نمیبرم سردارم گویا قوت دادن چیزی نمیشود حرام کم و زیاد ندارد لیتینانت همه چیز در این دنیا میگذرد حق دولت هستیم شخصی باشد هیچ گپ ندارد اگر شخصی باشد آدم رو یافته حقش رو داده خلاص میشوی خب میلش من حاضر به خدمات میروم حسابات میدیم تو رفته شاهد رو بازپرسی بکن اما چخلی که گفته بودم با ترس نیو با امید اطاعت سردارم زود باشه زودتر باشه زودتر حمدی مرا خوب گوش کن رجب کار را حل کرده نتوانست این کار به عهده تو ما آسیه شاهدی نداده او را بکش کاری کرده کارش را تمام کن فهمیدی کارش را تمام کن من چی آرزوها کرده بودم arzuya vardan. Asya bir yanı yıkık bir yanında sevda. Kerem yanır kora kor gibi hayat yolunda. Öyle içten öyle derin öyle sevmişler. Aşkın ateşinde yanıp yetim gönüller. Yetim gönüller. Adı Asya. Bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem تو به همش جواب میدی gibi hayat yolunda. Öyle içten, öyle derin, öyle sevmişler. Aşkın ateşinde yanmış, seven gönüller, yetim gönüller. Aşkın ateşinde yanmış, yetim gönüller, yetim gönüller. چی میخواهی از من؟ چی میخواهم؟ سلاح‌های بشر کرته بودنش را و با این آدم از کی باز همکاری کردنت را فهمیدن میخواهم. سرده مرا. دکتر احوالش چطور است؟ خواطر نشوی جناب بشر. تیر گذشته رفته است. احوال بیمار خوب است. من برآمدم که خبر رسانم. کمتر پس میآیم. تشکر. گذشته رفته است. کاش که میرسید و مرده میرفت که خلاص میشدم. جنابی بشر؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ یا که به فرزندم یگون چی شد؟ نه، به فرزندتون یگون چیز نشده است. احوال خانم مریم رو فهمیدم. گفتم که یکی از دستم یگون کار میآید کمک میکنم. اینجا بیا. مریم رو فکر کردن به تو مانده است نه؟ لیکن جناب مرا گوش کن. در شکمت فرزندی مرا میکشونی. پسرم است. اگر به او یگون چی شود من تو را هم زنده نمیمانم. فهمیدی؟ مایلش جناب خواطر نشوید. دیگر تکرار نمیشود. تو تولد شدن این کودک از خونه نمیبری. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. اکنون راست به خونه راننده من تو رو برده میرساند.
رب خالم رو پرس. رب از وی پرس. وی به تو همین خیل میگوید. جنابی بشر رو هم پرس. من تنها خانه دار شده یک آیله خوب برپا کردن خواستم، میفهمی؟ تو شوهرم رو کشتی. دنیای من روشن بود، لیکن تو شوهرم رو کشته دنیای من رو تاریک کردی، میفهمی؟ امروز یک کودک به پدر تولد شد. یک زن پسرش را و زنی دیگر شوهرش را از دست داد. با تو و با مانند تو بر اینها در زندگی جایی روشن نیست. اکنون با مثل موسیقی بگناه نشو، همش را یک به یک نقل بکن. تو مرا به دام خود کشیدن میخواهی، لیکن از تو نمیترسم. برای این روی پیش کردن گناه های خود آدمانی بیگناه رو گناهگار نکن. جناب بشر در این منطقه آدمی با آبرو هستند. او با سلاح کاری ندارد. ما اگر این سلاح ها را نمیداشتیم میدانی باز چقدر آدمانی بیگناه میمرد. لیکن من گناهگار بودن تو را و هم جناب بشر را اثبات کرده میتوانم. گپ های من همین قدر، دیگر با تو گپ ندارم. با تو رسا 1 ساعت مهلت. بشر قرتای را محافظت نکن. در اینجا همه چیزی که میدانی نویس. نترسیده آدم ها را یک به یک نامبر بکن و امضا گذار. اگر اعتراف کنی دولت تو را محافظت نمی کند. سردارم یگون چی گفت؟ هنوز نه، لیکن البته گپ میزند. خاله این دختر و بشر گفتنی حریف را گرفته به اینجا بیارید. بشر قراتای را؟ سردارم وای در اینجا خیلی آدم قدردان به حساب می رود. آن روز به خانهش در آمده نتوانستیم. ما آن روز به خانه در آمده نتوانستیم، لیکن لازم شود آنها به حبس می درآیند. گرفته بیارید، من خودم بازپرسی میکنم. من به خانه میروم، خبر رسان. اطاعت سردارم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برایتان تخم آوردم. آشخانه در کدام طرف رفته گذارم؟ در آن طرف. تشکر. از خانه نمیبروی. یگان چی لازم شود به همدی گپ میزنی و به تو می آرد. به خانه رسانده زود برگشته بیا. лейтенант Карим вай аросро чӣ корҳо кард? Дар долон бо ӯ рафтори дағалона кард. ба фикрам гуноҳе надорад. باورم نمیآید از برای آنها چند رفیقمان شهید شدند.
به فکرم روحم را گم کردم. آشخانه در کدام طرف است؟ به طرف راست دالان میگردی و با پایان میفرایی. من رو فهمیدی؟ فهمیدم، تشکر. تخم تازه آوردم. دستهایت را بردار. آهسته به طرف من گرد. تو مگر اخلت رو خورده ای؟ در اینجا چیکار میکنی مهرو؟ خودم زنش رو همین خیلی پیشوز میگیرد. مگر وقتی نیکوی موقتی نگذشته است؟ گذشته است، لیکن میخواهم که باز دوام یابد. راضی باشی زود نوش رو میکنیم. مهرو، تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو یاد کردم. با اینجا تعیین شدن تو از دیگر کس فهمیدم. با جای کارت رفته بودم، خبر نداده زود به اینجا اومدی. باز آدم شوهرش رو یاد نمیکند مگر؟ تو رو دیدن خواستم، به همین خاطر اومدم. مهرو، تو من رو هنوز نشناخته ای. وقتی که تو خواهی نه، بلکه اگر من خواستم وا میخوریم. من میدونم که تو هم من رو دیدن میخواستی. اگر این خیل نمیشد با من نکاح نمیکردی، بلکه به مانند دیگر زنها من رو هم زندانی میکردی. لیکن من رو دوست داشتی، محافظت کردی، تنها نگذاشتی. تنها گذاشتم کو، لیکن تو من رو تنها نمیگذاری مهرو. برای چه با من چنین رفتار میکنی؟ من تو رو دوست میدارم. چرا این رو نمیفهمی؟ هر وقتی که تنها میموندی غمگین میشدی، به نزد من میومدی. یگانه زنی که باورش میکردی. مهرو، من در حیاتم به یگان زن باور نمیکنم. به تو چی شد؟ هیچ چیز نشده است مهرو. دامرون، بیا رفته چور میشه. دختر چی میشود؟ لیتنانت تنها نگذاری گفتم. یگان چی نمیشود، 5 دقیقه نوشیده میوییم. مایلش بیا. خداوند هر کاری رو که به من روا دیدی تسلیمم. میدانم تو یتیمان رو تنها نمیگذاری، من رو هم بی پناه نگذاشتی. همه وقت محافظت میکنی. شکر زیاد خداوند. وقتی که نیکوی موقتی میکردیم زخم دار شده بودی، در یاد داری؟ همون وقت هم زخمت رو من بسته بودم. خداوند هر چیزی رو که به من روا دیدی تسلیمم. فقط مرا از آدمانی بدی اطراف بوده هم نگاه دار خدایا. چیکار کردی؟ تخم‌ها رو گذاشتی؟ بله گذاشتم. اشتهای تام. تشکر. اکنون چیکار میکنی؟ راهی برآمد را گم کردم. از اینجا پرسم گفتم. برای همین. من هم برآمده ایستادم. با من بیو. برآمد؟ با این طرف. من تازه کردم لیکن کافی نیست. به بیمارخانه رفتن لازم. باید دکتر هم بیند. لازم نیست. مانده شدم، استراحت میکنم. تو هم هیچ کس ندیده برآمده رو. من تو رو در این احوال گذاشتن نمیخواهم. دیگر از من اجازت نگرفته از پیش خود به اینجا نبیو. روزهای آخر کارهایم بسیار است. یک چند وقت نبینیم خوب می شود. در سرحد عملیات رو تو گذراندی. آنجا چی شد؟
дар хабарҳо арӯзро ба марказ бурдан мегӯянд. асли масъала дар чист? ба ҷаноби Башар ягон алоқа дорад? ту аз кай боз ба корҳои аскарҳо таваҷҷӯҳ мекунӣ? ё ин ки сардорам шудию ман хабар надорам? ман танҳо шуд. хомӯш шав. рав акнун. чӣ шуд иброҳим? сардор, холаи духтарро шавҳараш имрӯз парондааст. дар беморхонаанд. барои бурданаш ба назди шумо омадаем. майлаш, як лаҳза истод, ҳозир меоям. итоат сардора. вақте омадам туро дар ин ҷо набинам. як духтарро кушта корро ҳал карда натавонистӣ? ҷаноб, бовар кунед, хеле наздик шудам. мисле ки чизе дахолат карда нагузошт. хомӯш шав. агар ман намешудам тамом мешудем. майлаш, ин сардори навомадагӣ кӣ будааст? аз куҷо аст? ҷустуҷӯ карда маълумот ҷамъ мекун. дар бораи вай ҳама чизро донистан мехоҳам. хавотир набошед. боз руқия худаш танҳо ба ин ҷо омадааст. ин як тарафу агар ба писарам ягон чӣ шавад. барои чӣ? дар ин ҷо чӣ кор мекунад? дар бораи Марьям шунида хавотир шудааст. худоё, ба шумо чӣ? ин аввал фарзандамро таваллуд кунад, баъд чӣ коре мекунад кардан гирад. лекин то он рӯз ӯро хуб нигоҳбин кун. писарам ягона мероси ман мебошад. ғамашро нахӯред ҷаноб. хонум Ойша дар бораи кӯдак фаҳмад чӣ мешавад? чӣ хеле ки набошад аз дигар кас, аз дигар зан. агар фаҳмад, Ойша нури чашми ман аст. вақташ меояд ҳамашро мегӯям. аввал писарам таваллуд шавад, якҷоя ӯро калон мекунем. алло, чӣ? майлаш, ҷаноб, аскарҳо ба беморхона меоянд. бачаҳо онҳоро диданд. ту чӣ мегӯӣ? аҳволаш чӣ хел аст духтур? беҳтар аст иншоаллоҳ. чӣ хеле ки гуфтам ҷаноби Башар тир гузашта рафтааст. хонум Марьям хуштоле будааст, лекин эҳтиёҷ ба истироҳати хуб дорад. ба ҷанозаи духтарам рафтанам лозим. исто Марьям, исто. хонум Марьям, шумо бояд истироҳат кунед, боз яке ҳолатон бад нашавад. ташаккури зиёд ҷаноби духтур. акнун дамомашро мо нигоҳ мекунем. ҷаноб, илтимос мекунам маро ба ҷанозаи духтарам бубаред. охир он маротиба бӯй накашам, бӯйса накунам, гӯраш накунам. ғамгин нашав. лекин аввал як масъала ҳаст. якдам пас аскарҳо барои осия ба ин ҷо меоянд. ҳар чизе ки ман мегӯям ба онҳо нақл кунӣ, ҳам интиқоми рӯҳияро аз осия мегирӣ ва ҳам охирин хоҳиши духтаратро иҷро мекунӣ. дар хонаамон мор парвариш кардем. гап занед ҷаноб, шумо чизе ки гӯед ҳамонро мегӯям. бигзор ки ҷазояшро гирад. олиҷаноб, акнун маро хуб гӯш кун. вақте ки аскарҳо ба ин ҷо меоянд, ҳамин гапҳоро мегӯӣ. духтур, аз вай маълумот гирифта метавонем, ҳамин тавр не? бале, лекин ӯро бисёр хаста накунед. духтараш нав вафот кардааст. дарди вазнин дорад. чӣ хел духтараш мурдааст? худкушӣ кардааст. майлаш духтур, ташаккури зиёд. хуб. хонум, шумо дар ин ҷо чӣ кор мекунед? агар ҷаноби Башар фаҳманд, маро ҷанг мекунанд. ман бо Башар гап мезанам. тоқат накардам. ҳамдӣ чӣ кор кунам? бисёр хавотир шудам. аҳволаш чӣ хел аст? духтур хуб аст мегӯяд. тир гузашта рафтааст хонум. худоё шукр. дардам бисёр зиёд аст сардор. духтарам вафот кард. осия ҳам хонадор мешавам гуфта як ҷавонро ёфта овард. ташаккури зиёд ба ҷаноби Башар. ҳама масрафҳои тӯйро карданд. аммо осия ба мо хиёнат кард. мо аз куҷо медонем ки силоҳ мегузаронанд? ҳамаро фиреб кард. ман дигар ин хел ҷиям надорам. осия ин хел намегӯяд, лекин шумо барои хонадор шуданаш меонараб шудед. мебинӣ Марьям,
من یافتم میانرو شدم. گوش کنید، خالش شاهد است. یک جوان رو یافته دوست داشته است. من به این هم هر سال یک غریب رو یافته تویش رو گذرانده اویلش رو برپا میکنم. آسیا رو هم نگفتم، لیکن این کارهای کردش ما رو حیران کرد. میفهمید؟ دخترم از برای وی دست به خودکشی زد. جوانی دوست داشته روحیه رو یافته همه این رو یک جای کردن. من ما رو پرورش کردم سردار. حیفی اینقدر زحمت هایی کشیدم. خوب بود، لیکن اینقدر سلاح را از کجا تامین کردن جناب بشر؟ اگر میدانستم لیتنانت، اگر میدانستم. الو عرفان، من آیشه در شهرم. یگان خبر هست گفته زنگ میزنم. گوش کنید، ما امروز یک جنازه داریم. دردمون کلان، جایمون خانمون معلوم است. هر وقتی که خواهید زنگ زنید. تو خواطر نباش جناب بشر، راهی تو به مرکز پلیس میرسد. حالا به تو نشان میدهم. سردارم، از گفته های آنها چی فکر دارید؟ معلوم است که این بشر همه را فریب کرده است. اگر دختر اعتراف کند حتما ما بشر را به حبس میکشیم. آیشه، تو برای چی اومدی ها؟ چیکار کنم بشر؟ فکرم تنها با شما بود. مایلت جانم. حمدی، تو حجت های برآمدن را حل بکن. ما هم به جنازه دیر نمونیم. خوب شده است جناب. نمیدونم لیتنانت کریم در کجاست. ممکن نآید. استراحت کنی رفت. خوب میلش، من کمی دیرتر باز میآیم. مهلتی به تو دادم تمام شد. هر چی که میدونی به من نقل میکنی، یا اینکه اینجا به تو خیلی معقول شد؟ به تو همشان نقل کردم. خالم و جناب بشر رو همچون شاهد نشان دادم. برای چی به من باور نمیکنی؟ لیکن خالد این خیلی نمیگوید. در همه کار تو را گناهکار میکند، حتی در وفات دخترش. جناب بشری تعریفیت هم تو را طرفداری نکرد. چی دروغ گفته ایستاده تو؟ چی ها گفته ایستاده؟ چی خیر وفات؟ روحیه مرده است. دروغ گفته ایستاده. دروغ میگویم ها؟ چی کار میکنی ایستو؟ رفتیم میبینیم دروغ میگویم یا نه. سردی مرو، سردی. رفتیم. سردارم و کجا میروید؟ سردی گفتم، سردی. سردی گفتم، نمیفهمی مگر؟ خدایا من چه خیلی این درد رو طاقت کنم. خدایا اسکر جان یک ثانیه. وای از برای تو بچه یعنی یتیم از روحی مرد. حیف شد دختر. مریم
مرا ببخش مریم، مرا ببخش. من در حبسخانه خواب رفتن نمیتوانم، ناخوش شد. مریم مرا ببخش، مگر من این خیل کردم؟ هم در این دنیا هم در آخرت عذاب کارهای کرده ات رو میکشی. مریم التماس مرا ببخش. مریم مرا ببخش. اکنون چه میشود؟ التماس میکنم مریم مرا ببخش. مریم شد میرویم. مریم جان مرا ببخش. التماس مرا ببخش. مریم مرا ببخش. التماس اسکر جان یک دقیقه التماس. مریم مرا ببخش. من نمیخواستم. مریم ناخوش شد. مریم مرا ببخش. مریم بیا میرویم. من دخترم رو تنها گذاشتن نمیتوانم. باز کم دریستم. التماس باز کم دریستم. اویشا تو هم خسته شدی؟ حمدی تو را به خونه میبرد. حمدی لبه جناب. خانم اویشا را به خونه برده برگرد. مایلش جناب. این از کجا پیدا شد؟ چی دروغگو از حاضر میبینی؟ رویا خاله بشما چی شد؟ این را برای یکی روا دید. تو شر نکرده با کدوم روی به اینجا می آیی؟ خدا تو را زند. خاله شما چه هم میگی؟ خاله من به شما چی کار کردم؟ خاله با من گپ زنید. من جهنتون آسیه میبوشم. خاله من خاله تو نیستم. من این خیل جیان ندارم. تو مار بوده ای، اکنون خورسند هستی. دخترم رو کشتی، اکنون خورسند شدی. کاری خوب نکردید که او رو آوردید. درد این زن مگر کم بود که باز این رو آوردید. ما هیچ وقت از پیش خودمان حرکت نمی کنیم. وظیفه من این کار رو حل کردن است. کو شما یک روبرو شوید. خاله من برای چی رویه رو کشم؟ برای من چی کار کردنم را نمیدونین مگر؟ خاله یکان چیز کم زنید. خاله جناب بشر شما یکان چیز گویید. از تو این رو انتظار نبودیم آسیه. ما رو شرمنده کردی. شرمنده. جزای چیزی که باشد میبینی. از ما هم از خالت هم از این ده هم دور باش. تو رو دیگر دیدن نمیخواهیم. خاله جون من در این کار دست ندارم. باور کنید. سردار این دختر رو از اینجا برید. من او رو نمیشناسم. خاله
фикр накун ки ман бовар мекунам дар ин кор ҳамаи гуноҳ дар сари ин духтар аст. дар ҳақиқат нақшаи хуб кашидаӣ. табрик мекунам. манро гӯш кун Башар Қаратай. номи Карим Айдинро дар ёдат гирӣ хуб мешавад. акнун дар ин ҷойҳо ман вазифа дорам. то гунаҳгорро ба зиндон надарорам, хобам намебарад. албатта туро ҳам Башар. ту чиҳо мегӯй лейтенант? дар ин деҳа ҳама маро эҳтиром мекунад. барои мардум ҳама фидокориҳоро кардам. ҳамин хел не? ҷаноби Башар ба ятимон ва пиронсолон кӯмак мекунад. ӯ моро дастгирӣ ба соҳибӣ мекунад. ӯ ғамхори мо аст. ӯ ба мо кӯмак мекунад. ҳамин хел. боз во мехӯрем Башар. мебинем. алло Ирфон, занг назади, диданӣ нарафтӣ? янга рафтам набуд. шумо ғамгин нашавед, боз меравам. майлаш, занг зан, майлаш, интизорам. писарам, барои туро танҳо гузоштанам фикр мекунам аз ман нафрат надорӣ. ин чӣ хел мошинронӣ ҳаст? қариб мекуште. шумо дар ин ҷо чӣ кор мекунед? аз шайх ба шумо салом овардам. духтар дар куҷост? баъд аз 3 рӯз дар сарҳад мешавад гуфтед. шумо бо шайхи мо нағмабозӣ мекунед. ман духтарро дидан мехоҳам. чӣ хели духтар, магар хабар надорӣ? аскарҳо амалиёт гузаронданд. ҳамаи силоҳҳо ва духтар дар дасташон аст. агар ин қадар хоҳӣ, рафта духтарро аз дасти аскарҳо бигир. маро хуб гӯш бикун. шайхи ман барои ин духтар пулро пешпардохт карда супорид. ҳа, ва боз гуфт ки бе духтар наоед. акнун ту ба ман духтарро меорӣ. ҷаноб, барои чӣ бовар намекунӣ? духтар дастгир карда шудааст. силоҳҳо ва духтар дар дасти аскарҳо. ин қадар агар хоҳед ҷаноби Башар пули шайхро пас мегардонад. дароз накун. акнун маро гӯш кун. шайхи самири ман пулро нею духтарро мехоҳад. рав ҷанобатро гап зан, ҳа, ё духтарро медиҳад, ё ин ки туро дар ин ҷо мекушам. маро фаҳмидӣ? майлаш, занг мезанам ҷаноб. алло ҷаноб, одамони шайх дар ин ҷо. самир ҳастку, харидори Осия. вазъиятро ба онҳо гуфтам, лекин нафаҳмиданд. аз шумо шунидан мехоҳанд. шуд хомӯш шав. ту бо одамҳо ба анбор равед. ман ҳам меоям. майлаш ҷаноб. бало занад, боз инаш намерасид. марьям, ман бояд равам. одамҳоям дар ин ҷо мешаванд. ҳар вақте ки рафтан мехоҳӣ, туро мебаранд. ба анбори коҳна меравем. ҷаноб, ризое ки падари Мусо карда будем захм бардошта гурехтааст. ҳозир дар дасти одамони худамон аст. бо ӯ чӣ кор кунем? ҳозир вақти ӯро надорам. нобудаш кунед. хуб шудааст ҷаноб. سردارم
دیدی چه خیل تو رو محافظت کردند. در 2 دقیقه چه خیل فروختند. همه گناه را به تو بار کردند. گوش کن. چیزی که میدونی نقل بکن. گوش کن. کاری میکردت خیلی آسان است. تنها نویس. کی هستی؟ با این آدم ها چی رابطه داری؟ با من کی بودند را نقل بکن. و مثل شاخه درخت بر ضد شمال ایستادم. همچه بود در بیابان شکفتم ولی ایمانم را از دست ندادم. هر قدر درد رنج شکنجه کشیدم، شکستم ولی برخواستم. با ایمانم، با صبرم، با حقیقت راه گشتم. در زندگی نوی من آسیه یتیم ماندم، لیکن وی صاحب نیستم. همراهی من خداست. تو مرا مسخره میکنی ها؟ گپ زن. با من درباره خودت نقل کن گفتید، من هم نوشتم. نام من آسیه. مرا گوش کن. سردارم اسکر. اسکر نام سردارم. با من بیا. اطاعت سردارم. چیکار میکنی؟ سلاح رو با من ده. و شفری مرا کشت، جزایش رو میبیند. لتینان کریم شوهرت رو نکشته است.
corazones huérfanos.